دو همسایه با هم احوالپرسی می‌کردند. یکی از آنها گفت کارت عروسی پسر سارا خانم اومده. دیگری هم گفت برای منم اومده. راستش را بخوای نمیخوام برم، هم دوره هم کلی کارهای عقب افتاده دارم. دیگری هم گفت منم کار دارم و حوصله هم ندارم. سپس تصمیم گرفتن تلفنی به سارا خانم زنگ بزنند و تبریک بگن که نمیتونن به مراسمم بیان. سارا خانم همسایه قدیمی آنها بود که 3 سال پیش از روستا به شهر نقل مکان کرده بود. همین که اونا به سارا خانم زنگ زدن، او گفت حتما باید در مراسم جشن پسرشان باشند و خیلی هم اصرار کرد. اونا هم ناچار شدن یک ماشین کرایه کنند و برند. هنگام رانندگی ماشین تعادلش را از دست داد و از جاده خارج شد و واژگون شد و هر دو همسایم قطع نخا شدند و خبر به سارا خانم رسید و عذاب وجدانی سختی گرفت و خیلی خود را سرزنش کرد که چرا آن همه اصرار کرده بود و خود را مقصر اصلی این فاجعه دردناک می